بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر زیاد برادری عزیز گرامی. از شما خواهش میکنم که این نفرات اهمیت ندین وقتی که ما از حرکت‌های اخلاقی رحمانوف میخوایم صحبت کنیم و از روحیه رحمانوف و عملکردهای امام علی رحمانوف تروریست میخوایم صحبت کنیم. البته این مردمی که اطراف این دوست و این تروریست و این اکستریمیست و این فاحشه جمع آمدن حتما با عصبانی میشوند، حتما کنترل خود از دست میتن. به همین خاطر این یک واقعیت باید قبول کرد، این یک عملی طبیعی است که وقتی که از عمل کرده های این تروریست و این فاحشه امام علی رحمانوف صحبت میکنیم، البته اطرافیانش عصبانی میشوند. دوستان عزیز، من یک چند حالت برای شما گپ میزنم. واقعا جای تعجب است. من اول آنقدر در این باره فکر نمیکردم و تا جایی که سنجش کردم، من خواستم دیروز وعده کرده بودم، من امروز با تحلیل کردم، امروز از چند دوستا پرسیدم که همچنان یک معامله یا همچنان یک عملی از جانب همین امام علی رحمانوف نسبت دیگران صورت میگیرد نمیگیرد. امروز تصدیق کردن که در واقعیت امام علی رحمانوف چون یک شخصیت است. اگر که شما وزیر مدافعه پیشینه شیرعلی خیراللهیف را بشناسین، همین دختر شیرعلی خیراللهیف یکی از نفرانی بگیم که دختری که با رحمانوف با این خواب و خیز میکند، با این علاقه دارد، با این دختر هر دوش استراحت میکنه، پدرشون هم از این واقعیت با خبر است و وقتی که امام علی رحمانوف خود خیرالله و دیانا، این دخترش دیانا نام دارد، خیرالله شیرعلی را، وقتی که این خیرالله و دیانا را با این پدرش خیرالله شیرعلی میبیند، اینا در همین پیش پدر خوش میکنه و با همین دختر وزیرش در همون وقت میرسد. یک دختر بسیار جوان قدر است. وقتی که این نمیبیند با این معامله میکند و پدرم از این با خبر که دخترش رحمانوف میزند، تگی پای رحمانوف خواب میرود دخترش. من در سیاست امروزه که اینا دارن خیلی تعجب زده میشوم. خیلی حسرت زده میشم. این چگونه یک چی است؟ این چگونه یک سیستم است؟ چرا اینها حتی دخترانی خودشون زیر پای رحمانوف میبرن؟ چرا رحمانوف یک دختری که به قد 25 رسیده است، یک مستفید 63 ساله 64 ساله، با این دختر چیکار میکنه؟ با این دختر علاقه میکنه، علاقه جنسی برقرار میکنه. چگونه این دلش میشود که دختری همکارش، دختری وزیرش تگی پایش بیاره؟ دختری جوان. غیر از این، وقتی که در حکومت اینها نگاه میکنی،
حکومت اینا چرا نه اینکه از نگاه مالیوی و از نگاه دزدی و کشتار و غارت، حتی از نگاه بین خودشان، بین دختر و بچه و زن و فرزند خودشان چیکار میکنن؟ علاقه جنسی برقرار میکنن. اینش دختر اینش میرسد، اینش زن اینش میرسد. عجیب یک حکومت دارن اینا. عجیب یک حکومت دارن. خیرالله دخترش میاره در دست این میتد، عبیدالله فهمیدی دخترش با رستم است، شوهرش اون هیچی گپ گفته نمیتواند. دختری رحمان فهمیدی که با یک بچه با اخرانش است، با محافظانش است، ولی خودی وزیری مدافعه چگونه به خاطر وظیفه شده به عملهای دخترش چیکار میکند؟ چشم میپوشد، میگه بگذار هر کاری باشد، من همین وظیفه ما، زنم میتونم این وظیفه ما میگیرم میشینم، دخترم میتونم این وظیفه ما میگیرم میشینم. و رحمان و فهمی چنین یک انسان بوده است. و بعضی از دوستان نقل کردن که رحمانوف دخترهای بسیار جوان می آورده است و دخترهای 16 و 17 و اینا می آورده است، با اینها چیکار میکرده است؟ علاقه های جنسی برقرار میکرده است. دخترهای باکره قطعی چی میکرده است؟ با این مصلحت داده بودند که اگر که این با دخترهای باکره خواب و خیز کند چیکار میشود؟ جوان میماند، یعنی جوان میشود، باید زیادتر با دخترهای باکره خواب برود. و رحمانوف امروز در شکار دخترها هستند. وقتی که در رحمانوف اون دخترهایی که پیشوای برشان هوی است و در دستایشان نان میگیرند و رحمانوف پیشواز میگیرند، و خاطر این رحمانوف همچون یک گرگه که سایتش هم میبیند که به مثل همین سایت بوده است، به مثل همین لقمه بوده است. این دخترها هم چون لقمه در نزد این رحمانوف میتابند. وقتی که این آدم فقط کارش با این دخترهای جوان میل کردن است، دیگر به مثل یک بیمار هستیم. وقتی که میبیند این میگوید که این لقمه هستن، این دختر نیست، اینا لقمه هستن، اینا لقمه هستن که باید رحمانوف با لقمه ها چیکار کنن؟ برسد. این یک مسئله. دیگر مسئله، رحمانوف بسیار وقتای خودش با کیا میگذراند؟ من چند حافظه جوان میدانم که امروز مخصوصا با رحمانوف چیکار میکنن؟ اینا بگیم که معشوقه های رحمانوف هستن. نگینه امانقلوه یک حافظه است که در خود دوشنبه $600,000 ده خانه خریده داده است رحمانوف برای این دختر، برای پدرش، برای مادرش، همش در مرکز دوشنبه امام علی رحمانوف برای این معشوقه هایش خانه خریده داده است. غیر از این ماشین های قیمت بها ارزششان $200,000 $100,000 یا $150,000 زیر پای اینا هستند. غیر از این مبلغ گذاری برای فعالیت حافظیش، رشد فعالیت حافظیش، مبلغ ها در خارج کشور در این نگینه امانقلوه. غیر از این چند حافظه های جوانی که من نامش نمیگیرم این حافظه ها را، چند حافظه هایی که جوانی که امروز درست کرده ایستادند، بالا رفته ایستادند،
اینها تنها نزدیک شدن با امام علی رحمانوف. این امام علی رحمان وقتی که استراحت میخواهد این حافظا را فریاد میکند دچه ورزا. در این دچه این حافظا را فریاد میکند. این حافظا سرود میخوانند و رحمانوف میرقصد. هر روز استراحتی رحمانوف با این رقاصه ها و با اینها چیکار میکند؟ فقط کارش است رقصیدن و بازیدن است. رحمانوف میگه که وقتی مست میشود، وقتی که از خود میرود، دیگر این حافظا را میگه که لخت شوید. خودش لخت میشود، با اینا لخت میکند، چه رقص میکند. در درون بسین و در درون دیگر چیزا این چیکار میکند؟ با این حافظا رقص و بازی و این کارا را انجام میده. فعالیتش، رهگردیش به مثل یک کودک عقلش گم کردگی است. گویا که از پول زیاد دیگر هوش و گوشش از انسان و انسانگریت بیرون برآمده است. این رحمانوف به مثل همین آمده شده است. در یک دعوت کردن 3 دختر 4 دختر یک جای دعوت میکنند. با همه اینها چیکار میکنن؟ عیش و عشرت میکنن. با دختران باکره در یک خانه های تاریک آورده اینا دخترای باکرگیش میگیرن. رحمانوف امروز شکارچی شده است. شکارچی دخترها. ایمان که ندارد، ایمانش که وجود ندارد، این کثرتی کثافتی امام علی رحمانوف، این تروریست، این پدرلعنت، این کثیف کذاب فقط میل به چی دارد؟ فاحشه و فاحشه‌گری دارد. امروز در جامعه فقط سرودخوانی است. نگاه کنیم و میگویی که صنعتکار است. فقط کارش است رقصیدن است. در بدبختی این ملت این رحمانوف میرقصد. در بدبختی این ملت اینا خنده میکند. در بدبختی این ملت اینا خرسندی میکند. در عذاب این ملت، در درد این ملت، در غم و غصه این ملت امام علی رحمانوف تروریست خنده میکند، بازی میکند، میرقصد، زنا میکند. روزی دراز کارش است زنا کردن است. روزی دراز کارش است فاحشه‌گری است. فرزندانش هم فاحشه هستند، فاحشه‌گری میکنند. خودش هم فاحشه است، اطرافیانش هم فاحشه است. زنش باشد محافظان زنش تامین میکند، خودش باشد حافظان را درگیر حافظه ها را جمع کرده است. حافظه ها با اینا چی میکنند؟ دیگر دخترهای بیچاره که در شکار این بدبخت، در شکار این دجال میافتند، در شکار این چی میکنند؟ مخصوصا برای این از کشورهای روسیه و از کشورهای دیگر جا با دخترهای علاهیده برای رحمانوف جدا میکردن، مدل می آوردند. حتی از اروپا، از هندوستان، از پاکستان، از اینجا برای رحمانوف دختر جدا میکرده بودند. همین خیلی 5-6 تا زنی در اطراف رحمانوف بوده است که فقط کارشون چیه؟ تامینات دختر با رحمانوف بوده است. فقط رحمانوف با دختر تامین میکرده بودند. این کذاب، این کثیف فاحشه از پول این ملت فقط فرمایش میتد که از فلان جا به من فلان دختر آورده شود. دخترها را بی آورده بودن از دیگر کشورها در اینجا چیکار بین؟ عیش عشرت. این کثرتی کثافت، این کثرتی بیناموس بیشرف، این حرامزاده پدرلعنت کثافتی را میکند، کثرتی و کثافتیش بالا این ملت میزنه. این ملت پاره پاره میشود، این ملت شکسته میشود، سر این ملت خم میشود.
از دبی از همه جا اینا گلچین میکرده بودن. دخترای اول رس که این با پولگرا اینا می آورده بودن تاجیکستان، با این علاقه های جنسی برقرار میکرده بودن. با این قدر حافظه دختر دیگر در داخل کشور. همه اینا قطعی رسیدگی میکردن. بس یک حافظه را نقل کردن که هم خودش به اول کیسرش رستم امام علی میرسد، بعد با امام علی محقول میشود. امام علی میگه همین دختر را بیارید به من، همین حافظه را بیارید برای من نامش را میگیرم. این حافظه را میارند برای این حافظه را برای این میارند. میگن همین حافظه برای من محقول شده، این حافظه را بیارید برای من. اینم میارم. این حافظه بچهش چند وقت با این حافظه بوده است. اینها دیگر یگان سرحد ندارند برای اینا. هم بچه و دختر دیگر هر بچهش هم در یک آدم، پدرش هم یک آدم میرسد، همشون در یک آدم چسبیدن. اینا فریب دنیا را خوردن. اینها نه که امروز در فکر ساختن این جامعه هستن، در فکر پیدا کردن یک خوشرو، یک دختری بزه بود، یک دختری زیبا هستن. کجا رسد به غم مردم، به درد مردم این برسد؟ این کجا رسد؟ این تایلاق، این برزگو، این نادیده کثیف قشاق از کجا رسد که به مردم نظر کنند؟ این لعنتی خوک، این چهره تا نگاه کنین، خوک ایستاده است در مقابلی مردم. کارش چی؟ کارش فقط زنا کردن است. کارش فقط چی است؟ به دخترهای مردم، به دخترها پول دادن، از کیسه مردم پول دادن و کیف و صفا کردن است. اینها غم مردم میخورند، اینها در فکر مردم میشوند. برای اینها مردم دشمن است. اینها هیچ وقت درد این مردم نمیخورند. اینها هیچ وقت غم مردم نمیخورند. اینها در غم خودشان هستند، در غم نفس جان خود هستند، در نفس پیدا کردن یک دختر هستند. این دزدی و غارتگری و ترور و کشتار و این یک طرف، این یک دهشت است، یک ابلهی است. یک ابله خدازاده حرامزاده فرزندشم رنگ خودش حرامزاده است که ما شما دیدیم که رستم امام علی در ماه شریف رمضان چی شده است؟ یک دختر با نام عایشه را رسیده بود در ماه شریف رمضان. اونم کسل روحی دارد، پدرش هم همین خیلی است. سیب از درخت، سیب از درختش دور نمیافتد، در تگی درختش میافتد. اینها همون اولادی هستند که زندگی نامه اینا همش یک نمود است. همه اینها غارتگرند. اینها وزیرش دخترش به رحمانوف تقری میکند، وزیری هر یک وزیرش اون بچهش تقری میکند در دختر اینش. این چی روز است؟ اینها به خاطر وظیفه شده زنای خودش هم میتند. اینها بیناموس هستند، اینها دیوس هستند. امروز در حکومت رحمانوف بچه بازا، دیوس ها، بیشرف ها، بیناموس ها جمع آمدن. این سعید فتاش یک بچه باز است و یک کسل روحی است. بچه باز چند بچه جوان درگیر در اطراف جمع کرده است که این سعید فتا اخدازاده را قناعتمند کند، یعنی کارباش ببیند. هر وقتی خواهش شد اینا گپش جور کند. رحمانوف ببینید خودش چیکار است، اطرافش ببینید چیکار است.
بچه‌ش ببینید چیکار است، دخترش ببینید چگونه فاحشه است، زنش ببینید با اقرانیت با محافظانش میرسد. محافظان جوان زنش گرفته، زنش با محافظانش میرسد. اینها من امروز فقط بحث اخلاقی میکنم. من نمیگم که امروز از دوزی، من فقط میگم از اخلاقی اینها دور هستن، یکی انسان نیستن. اینها به مثل یک حیوان هستند. اخلاقشان به مثل یک حیوان است. یک حیوانی که در دست سرمتی مادر به پسر هر اکسش پیدا کرد در هر جا عملیاتشون را انجام میتن. اینها همون خشیدگی هستند. اینها انسانیت خود مادر پدر خود گم کرده هستند. بعضی هاش پول برداشته است بچه باز شده است، بعضی هاش پول برداشته است زن و فرزند خودش برای رحمان توفه کرده است، بعضی های دیگرش چه رفتن اینش با اینش کاراشون انجام میتن. امروز یک حکومتی داریم که حکومت فساد زده فاحشه است، حکومت فاحشه رحمانوف. این حکومت چرا من فاحشه میگفتم؟ به خاطر من این همه رو میدانستم و امروز که سنجش کردم پرسیدم همه این رد و بندها را گرفتم و امروز میگم که رحمانوف 100% با دلیلش با اثباتهایش فاحشه است. یک چند روز پیش چند هندوستانی را آورده بودن، چند دخترها از هندوستان آورده بودن برای رحمانوف. در یک هفته 5-6 دختر میارم برای اینه. رنگی بیمار است که آدم بیمار، آدمی کسل، این همچنین یک آدمی کسل شده است. اینها انسان نیستن، اینها همه بیمار هستن. باید ما شما خوب دانیم وقتی که رهبر یک دولت، رهبر یک کشور فاحشه است، فساد زده است، ترتیب اخلاقی اینا ندارد و حتی دست به کارهای زنا و غش میزند، این کثرتی و کثافتی، این کثرتی خدا زده بالای این ملت میزند. کثرتی کثافتی این عائله حرامی حرج، این فسادکار بالای این مردم میزند و این مردم ریزه ریزه میکند، پاره میکند، خاکستر میکند فسادی اینها. این امام علی رحمانوف است. این همون امام علی تروریست است، همون امام علی فاحشه است. اینها رحم ندارن، اینها شفقت ندارن، اینها انسان نیستند. از اینها آدمی بدتر، اینها حیوان هستند، اینها کژدم ها هستند، تارتنک ها هستند، کرکدی ها هستند، اینها خرها هستند که حکومتی تاجیکستان را غصب کردند، غصب حاکمیت کردند، ساختاری که انسانی قانون تاجیکستان را عوض کردند با یراق اسلحه. امروز حق مردم گرفتن، آرزوی مردم نابود کردن، مردم در آغوش غم و اندوه این اولاد تله دار، این اولادی کثیف، این اولادی بیناموس، این اولادی بیشرف امام علی رحمان، این مردم این کشور به آغوش غم و اندوه، به آغوش سرخمی، به آغوش پستی و خاری و ذلت تله دادن. یک اولاد 99% مردم زحمت میکشد، یا اولاد کثیف بیناموس بیشرف پول این ملت چیکار میکند؟ به خارج کشور دزدیده میبرند، پول این ملت فساد میکند، این پول این ملت فقط سری فاحشه ها و سری دخترها مصرف میکند، سری حافظه ها مصرف میکند. پول این ملت برای این حافظه ها ماشین میخرد، برای حافظه ها خانه میخرد، برای اینها پول میدهد، کلیپ میکند، با اینها میسراید، با اینها میرقصد، بعد در وقتی این ملت شادی و خرسندی میکند. این چی روز است که در بالای سری من و شما آمده است؟ این چی بدبختی است که در بالای سری من و شما آمده است؟ سرای ما و شما باز هم خم است، باز هم ما و شما سر برداشته نتونستیم.
چرا یک اولادی فاحشه بیناموس سر ما و شما حکومت میکند؟ چرا 99% مردم مسلمانی مظلومی تاجیکستان در برابر این اولادی کشدود، این اولادی فاحشه خاموش هستیم؟ امروز وقت ساعتش رسیده است که ما صدا بلند کنیم، سر بلند کنیم. امروز این فاحشه میخواهد که تمام خواهر و فرزندان من و شما به مثل این اولادی فاحشه باشد. این حرامزاده رحمانوف، این اولادزاده کثیف بیناموس انومنی رحمانوف تروریست میخواهد بالای سر من و شما چی؟ قانونهای جاری کنه. میخواهد که خواهرای من و شما پیشای برشه پیش این تروریست، پیش این کذاب، پیش این فرعون، پیش این دجال چی کند؟ باز کند. برای بچه بازایش باید که مردم ریشاشون بگیرن. چند تا بچه باز میخواد که ریشای مردم را قیچی کنند. این فاحشه دختر بازش میخواد سطری مردم را بردارد. باید ما و شما این خوب درک کنیم. باید خوب دانیم برادرای عزیز گرامی. باید خوب فهمیم که در حکومت ما فاحشه ها هستند. در حکومت ما چنین یک انسان ها هستند. اینا باید ما و شما خوب دانیم. تا بکی بالای خواهر و مادر و پدر و مادر و کلی ما خانواده ما اینا تجاوز صورت بدن. تا بکی من و شما باید سرخم کنیم. مگر ما غلامی این اولاد هستیم؟ مگر این گدازاده ها کی بودن؟ این همون گدازاده ها بودن که در تگ یک قمیشخانه زندگی میکردن. اما عکس های 20 سال پیشان بردارن ببینن که اینها کی بودن. اینها یک قشاق گدا بودن. این رحمانوف باید بردارد که یک جامعه کندگی داشت. رحمانوف در پایگاهی در درآمدگاه یک جای داشت. همونجا فقط چاینی چای می آوردن پیش رحمانوف می آوردن. رحمانوف چای میکشید. این کثیف، این عروسک، این بیناموس فقط کار از چای کشی بود. همونجا میشید این شیطان بود آخی. این شیطان، آدمی شیطانی لعنتی، یک آدم پدر لعنت، همین رحمانوف است. این یک چای کشک بود. این چای کشک فقط چیکار میکرد؟ چای میکشید میداد. به همین خاطر وقتی که ما درباره رحمانوف حرف میزنیم باید رحمانوف بداند که 20 سال پیش کی بود؟ 20 سال پیش چیکار میکرد؟ 20 سال پیش یک چای رزک بود. عرق می آوردن پیش این دمه اومدن این عرق میکشید. بابای سنگر در رونکوهاشون عرق میکشید، عرق میداد این آدم. امروز یعقوب سلیموف هم پشت پنجره بود. غفار سیرای هم پشت پنجره بود. 10 نفر کشت، 10 نفر گریزه کرد، 100 نفر دیگر پشت زندان ها بود. تمامی نفرهایی که اینا چیکار میکردن حمایت میکردن. این کذاب، این کثیف رحمی به هیچ کس ندارد. از همون وقتش کارش تجاوز بوده است. از همون وقتش دخترای یاش این تجاوز میکرده است. از همون وقتش همین بیرحم بوده است. از وقتش همین خیلی یک آدمی دوز بوده است. وقتی که نورعلی دولتوف یکی از هم مسلکان این گنرال بود. در وقت ما سال 2012 با این یک بدبخت دیگر این رفیقی رحمانوف نشسته بوده. رابین نورعلی دولتوف نقل کرد که وقتی که ما با دوشنبه رفتیم و برای مردمی لنین کلخوز لنین آرد گرفتن، رحمانوف آورد آرد در خانه خودش تقسیم کرد. یک قسمتش با کلاب بود. در مردمی کلخوز لنین میگه چی نداد؟ آرد ندادن. بالاخره در خانه خیش تبانش داد، در خانه دیگر آدم ها داد. اینها رفتن از نام این کلخوز
گفتن که ما برای کلخاز مردم ما گفته است برای کلخاز ما آرد نیست، آرد بتین. ببینید که از همون وقت شروع این یک دوست بوده است، یک غارتگر فریبگر بوده است، افیریست. اینا در جهان افیریست 30 سال اعلام کردن. افیریست سال به خاطر اعلامش کردن که گفتن که این بدبخت زیاده از 200 میلیونی از پول سهمیه‌های راغون جمع آوری کرده است، ولی تا هنوز معلوم نیست که سهمیه‌ها پولش در دست کی است. گفتن از این افیریست در جهان به مثل این پرزیدنت نیست. میگن که از آنی که بوی کدام تجارت ها در دست خانواده رحمانوف است، از این سوال ده میگه سوال دیگر طرف کرده بودی بهتر است. کدام تجارت ها در دست خانواده رحمانوف نیستند؟ کدام تجارت ها را خانواده رحمانوف نگرفتند؟ این اگر سوال بودی خوبتر است. اگر بگویید کدام تجارت ها دست خانواده رحمانوف است، این خیلی چی می شود؟ زیاد می شود. کدام تجارت ها رو نگرفته است، میگن که یک کلمه قطعی هیچ نمانده است که رحمانوف نگرفته باشد. حتی هم حاجت خانه ها را رحمانوف آدمای خودش مانده است. در حاجت خانه ها همین دیگر خیش تبارش بچران پهن و پیچیدن این فاحشه ها، این ابله ها، این احمق ها که دیگر هیچی ندارد. حتی من دختری خواهری دامادش است، خواهری صاحب شمس‌الله را میدانم که و شوهرش اول اینکه برآمدگی است شوهرش، و دویم یک بچه فرخوری را میگیرد، امید نام دارد. این امید میبرند در وزارت نقلیات سرداری ریاستی وابسته به کارهای خارجی نقلیاتی میماند. همین شوهری خواهری شمس‌الله صاحب داماد رحمانوف، خواهرش داماد شد. اینا میمونه. این بیچاره میلیسه بودگی وقتش ده. این 4 تا کودک داره، 4 تا یا 3 تا میشه. این خواهر شمس‌الله اینا مجبور میکند که چیکار کند؟ این کودکاش سر بتد، زنش سر بتد، این کودکا را سگره کند. اون پدرش آق میکند میده. به خاطر این دختر گرفتم. اون بیچاره زن در خانه‌شان همین قدر سالهای وزنی چه میگذرد، با آخرم با این دختر شناس میشود با خواهر شمس‌الله. این خواهر شمس‌الله اینا مجبور میکند که زن و فرزند سر بده. اون بیچاره میروند، زن فرزندش در پیش همین بچه سر میده. این هر روز کارش چی است؟ مینوشی است. این خواهر شمس‌الله را. غیر از این بچه را همچون شوهر قرار داده در خودش. باز هم غیر این شوهر باز هم میره با دیگر بچه ها میگرده. این اول از زنش جدا کرد و باز هم میره با دیگر بچه ها چی میکنن؟ عیش عشرت میکنن. این اولاد حتی یک خواهر داماد داشتن، یک اولادی دامادش، زنهایش به چنین کارها دست دارن. زنهایشان فرماندهنده هستند، از قدرت استفاده میبرند. دامادهایش هم میخیر. دخترهایش یک شوهر رسمی دارند و غیر از رسمی دیگر به حساب است با حمایتچیانشان، محافظانشان. اینها در مسئله اخلاقی هیچ بگیم که سرحد ندارند. اینها اینش به اینش چی هستند؟ روا هستند. اینش با اینش فقط چیکار میکنند؟ رسیدگی میکنند. باید ما خوب دانیم که یک اولادی آمده است که یک انسان نیستند، اخلاق ندارند، تمیز ندارند، از کوچه انسانی نگذشتند، دین ندارند، موقع ندارند، فقط دینشان پول است. همین دلار نشان بده سر پیش همین دلار تعظیم میکنند. همین دلار نشان بده سر پیش همون سجده میکنند. اعتقادشان فقط با چی است؟ با پول است. اعتقادشان فقط پول است. اینا را انشالله برادرها خیلی صحبت کردیم
و مرحمت انشالله شما سوال بودین در این باره ما جواب میگردونیم و انشالله برادرای عزیز دوستای گرامی فردا در شهر ترکیه در شهر استانبول ترکیه در نزد کنسولگری تاجیکستان یک گردهمایی برگزار می شود ساعت 2. اگر دوستا داشته باشین برادرها داشته باشین گپ زدین که در این نزد کنسولگری وابسته به حق زندانیانی که بیگناه پشت پنجره رفتن از حق اینا دفاع کرده می شود، از حق برادرانی که در خارج کشور در زندان ها محکم هستند از حق آنها دفاع کرده می شود و از اعتراض نسبت به وحشانیت به قتل رساندن خانواده خودی عمر علی قوت خدا رحمت و مغفرت چون کند و خانوادهش زهرآلود کردن در این مسئله حمایت اعتراض کرده می شود. حتما برادرها اشتراک کنید و مرحمت برادرای عزیز سوالای خودتان مطرح کنید و انشالله به سوالای شما ما جواب میگردونیم. مرحمت برادران. محترم گدایف، یک سوال دارم به شما. مقصد اساسی شما محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی را بدل کردن است یا کلاً سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان را تغییر دادن است؟ سلام علیکم برادر عزیزم. سلام برای برادرم شرفالدین جان. تصور بده که برای شرفالدین این سوالات ما جواب میدم. اول روی خودت چه با همون جناب است. سلام علیکم آقای شرفالدین. همین جریان چی کشتاری چی برادر یکت سلطان یکت سلام علیکم آقای شرفالدین. قد نکنید ما همی لیشنا با چشم خودم نمیدیم برادر شرفالدین. ما اگر همی گفت شما را گوش میکردم میگم دروغ میگه. نمی دودر شاید آکش اینا میدونم محمد سعید عبیدالله فامیر شهر لیچ نه یک همسین مرا اسیم که هشتمیش گرفتگی زنش اومد گریه کرد در پیش پدر و مادر نمی همسین ما گریه کرد که دختر تونه نتین سالی 99 بود. یک ممکن شما شناس یک بروتی 07 داشتم و وقت من نمیدونم راستی گپ اومد گریه که یعنی خیلی دخترای یاشا میگیره یک سال استفاده میبره جواب شمیتیه. من لیش نخودم امیرم مثال بچه‌شون دیده که اگر نمیدون مثال میگفتم که شما دروغه راست ای گپو. این دودرش یا اکشای محمد سعید عبیدالله انا خیلی کار کرده. زنش اومده گریه کرد که خیلی کار میکنه چند دختره برادر عزیز تشکر زیاد و آن چیزی که ما در اینجا صحبت میکنیم یعنی از روی دلیل من صحبت میکنم، از روی آن چیزی که من از منبع‌های باوریناک دسترس میکنم در اینجا صحبت میکنم. در این کانال نه اینکه یک مردمی عادی شده است، در این کانال نفران شده است که از این کارها خیلی خبردار هستند. من از منبع‌های دقیق انیق اخبارات رو میگیرم، نه از یکم جا رو بردار میکنم در اینجا میمونده صحبت میکنم. و غیر از این برادر ما سوال دادن که آیا مقصد ما تغییر دادن نظام اداره کشور است. برادر ما عزیزی ما مقصد داریم که این حکومتی که فعلا وجود دارد این حکومت نیست، این یک نظامی را به وجود آوردن که فقط با این نظام مردم غارت میکنن، کشور غارت میکنن. با این نظام، با این ساختار، با این چیزی که امروز در حکومت تاجیکستان هست
ما پورا کاملا اینا از بین بردنی هستیم. ما حکومتی واقعا دموکراتی میخواهیم که واقعا دموکراتی باشد، نه اینکه واقعا جاهلیت باشد، نه اینکه واقعا تروریستی باشد. این حکومت رحمانوف حکومت تروریستی و اکستریمیستی است. این حکومت نیست. اینها یک اولاد اوباش علی بابا و چیل رحسن این حکومت گرفتن. ما میخواهیم یک حکومت مردمی بسازیم که مردم برایت بگوید که من این ساختار دنیویت را میخواهم، یا من ساختار اسلامی را میخواهم، من ساختار کمونیستی میخواهم. مردم این انتخاب میکنن دیگر ساختار شد. این دستی مردم است. هیچ یک نفر حق ندارد که بگوید که من فلان حکومت را میسازم. این مردم است که حکومت میسازن. این چهار تا تارتنک کلاس که حرام زاده و خری امام علی رحمانوف که امروز آمده است که میگوید که من حکومت میسازم، که مردم مسلمان 99% مردم مسلمان در حجاب و در ریش در زندگی و در اعتقاد دینیش کار دارد. مگر این حکومت است؟ این افراط‌گرایی است، این تروریستی است، این ترور کردن است. مردم به قتل رساندن به خاطر اعتقاد دینیش، یا به خاطر دلخواه موقع سیاسیش، یا به خاطر مال و تجارتش. این غارتگری اوباشی است. اینها اوباش هستند. ما میخواهیم اوباشا را از سر قدرت دور بریم. مردم ها بیاید، انسان ها بیاید اداره کنند. انسان ها بیاید که در غم مردم، با خواهش مردم، با خواستی مردم در کشور چیکار کنند؟ حکومت کنند. نه اینکه 4 تا اوباش بیاید با خواستری 4 تا دختری فاحشه بنگی و هنگیش کنند. این دخترای بنگی و هنگی رحمان و کشور به کجا رو بردن رساندن؟ ما اینها را نمیخواهیم. ما میخواهیم یک جامعه سالم برقرار کنیم. ما فکر آینده و سازندگی این کشور را داریم. انشاءالله مردم مظلوم تاجیکستان، ما مردم زحمتکش جمهوری تاجیکستان، این وطن این کشور را چیکار میکنیم؟ آباد خواهیم کرد. ما تروریستان را در تاجیکستان نمیخواهیم. ما اکستریمیستای امام علی رحمانوف را نمیخواهیم. این اکستریمیستا جایشان زندان است، جایشان پنجره است. ما مردم بحری آبادی، بحری سازندگی کشور، این تروریستان را سرنگون خواهیم کرد. این اکستریمیستای امام علی رحمانوف همش سرنگون خواهیم کرد. این تروریستا دانند، این اکستریمیستا دانند که ما اینا را سرنگون خواهیم کرد. مقصد ما سرنگون کردن حکومت تروریستی و اکستریمیستی رحمانوف است. ما انقلاب میخواهیم، اینا آشکار گفتیم. در تمام جهان آشکار گفت زدیم که ما انقلاب میخواهیم. زمینه‌های گذراندن برای پارلمانی و دیگر وجود ندارد. تمام جامعه جهانی از حال و احوال مردم تاجیکستان با خبر است. تمام جامعه جهانی میداند. ما انقلاب میخواهیم، انقلاب نمیریم. دیگر راه نداریم. ما ان شاء الله الرحمن ما در انقلاب حرکت میکنیم و در انقلاب سربالا میشویم. مرحمت برادر عزیز، دیگر سلام باشه. شرافالدین تشکر زیاد برای جواب مفصلتان. یک سوال دیگر دارم. چه که شما گفتید دولت دموکراتی آزاد میخواهید و بعضی از مثلا آدمایی که در همین گروه شما هستن میخواهند که دولت اسلامی تشکیل کنند. فکر و عقیده شما نسبت این چه خیلی است؟ چگونه است؟ برادر عزیز، دولت اسلامی میخواهند، دموکراسی میخواهند. دموکراتی این یگان نظام اداره کنی نیست. این شفافیت اداره کردن حکومت است. آزادی است. یعنی آزادی فراهم آوردن برای مردم است. این ساختار دموکراتی در دولت‌های اسلامی هم وجود دارد. دنیویت وجود دارد. یعنی که مردم تاجیکستان اگر خواهند که دنیویت باشد، برای اینا راه دنیویت انتخاب میکنند. اگر مردم تاجیکستان خواهد که اسلامی باشد، این خواستار مردم است. اگر مردم خواهند که کمونیستی شود، پس این خواهش مردم است. این من حل کرده نمیتونم که امروز بگم مردم باید شما دنیویت خواهید یا مردم باید شما کمونیستی را قبول کنید. این من حق ندارم. این هم هیچ اعضایان ما حق ندارن این انجام بدن. این سرچشمه این حاکمیت این کشور خود مردم مظلوم تاجیکستان است.
مردم اگر خواهند که اسلامی شود، هیچ کشور هم حق ندارد در خواست اینها. هیچ کشوری دنیا هم حق ندارد که گوید که چرا شما اسلامی میشوید. اینا هیچ کس حق ندارد. اگر کمونیستی هم شود، هیچ دولت دنیا حق ندارد که گوید که چرا شما کمونیستی میشوید. به خاطر اراده مردم است اینجا. اراده مردم اگر هر طرف که خواهد، با همین طرف چی میشود؟ عملی میشود. ما امروز خواستار آزادی هستیم پیش از همه. ما فقط طلب کوشش ما فعلا آزاد کردن کشور است و مردم آینده خودشون انتخاب میکنند که این دولت دنیویت شود یا اسلامی شود یا کمونیستی شود. هر طوری که خواهد این مردم انتخاب میکنند. سرچشمه این حاکمیت مردم انتخاب میکنند، نه من، نه شما، نه دیگر. تمام مردم جمع میشوند، مردم انتخاب میکنند که چگونه باید این دولت چی شود؟ حکومت کنند. به همین خاطر ما اول آزادی را برای مردم فراهم بیاریم و بعد از مردم پرسان کنیم که مردم چی میخواهند. خواستار مردم قطعی دولت برقرار میکنه، حکومت برقرار میشه. حکومت اینا در اساس این فعالیت شروع میکنه. مرحمت برادر عزیز. تشکر زیاد شرافیدین. بعد یک چیز دیگر رو اینجا باید قید کرد که البته مردم همش یک چیز رو نمیخواهند. مثلا همه مردم تاجیکستان 100% بگیم نمیخواهند که دولت اسلامی شود و مردم تاجیکستان 100% نمیخواهد که دولت دموکراتی شود، یا که همش نمیخواهند که دولت دنیوی باشد. بعضی هستن میخواهند دولت اسلامی باشد، بعضی ها هستن میخواهند که فقط دموکراتی آزاد باشد. دخترها چه خیلی خواهند، پسرها چه خیلی خواهند گردن. زیرا که من در همین کانال شما شنیدم بعضی برادرای بوده که صحبت میکردن اینا رو همش دخترها کشتن در کار، چون که مینی یوبکا دارن، این خیل اون خیل. و بسیاری از اینها هستن که دولت فقط اسلامی میخواهند و بسیاری هستن که نمیخواهند. فکر و عقیده شما نسبت این چگونه هست؟ زیرا که مردم همش یک چیز رو نمیخواهند. تشکر زیاد برادری عزیز. در مسئله که در کانال ما هیچ کس عقیده های کشتن نداره. ما انسان هستیم، ما عقیده کشتن نداریم. اول اینکه این گپی شما نادرست است. نفرانی که امروز از گروه 24 حرکت کرده ایستاده، ما عقیده کشتن، عقیده دیکتاتوری نداریم. ما عقیده آزاد داریم. یعنی عقیده های ما آزاد است. ما امروز میخوایم حکومت آزاد برقرار کنیم، یعنی حکومتی آزاد باشد و بعضی مردم نمیخواهد، بعضی مردم میخواهد. این از اراده خود مردم عبارت است که مردم در اساس این آزادی ها به خلاصه عمیق میرسند که ما چگونه حکومت میخواهیم. اگر مردم تاجیکستان زیاده از 51% کمونیستی خواست، از 50% پس این کشور میشود کمونیستی. اگر مردمش زیاده از 51% دنیوی خواست میشود دنیوی. اگر که اسلامی خواست میشود اسلامی. این قانونگذاری اینا معین کرده است. یعنی که این خانه تمام مردم است. این مردم اگر که هر طوری که خواهند همین طور زندگی میکنند و برای آینده مردمی که این یا آن که زندگی میکنند باید حقوق و آزادی های انسان ارزش عالی باشد، نابسته از اعتقاد دینی، نابسته از موقع سیاسی، نابسته از ملت نژاد، باید که تحت حمایت این مردم قرار بگیرند. هیچ یک نفر حقی محروم کردن یک نفر از زندگی، از اعتقاد دینی را ندارد که بالای یک مردم ما بگیم که این اعتقادش دیگر است ظلم کنیم، عقیدهش دیگر، موقع سیاسیش دیگر است، پشت پنجره رفته شود، تجارتش دزدیده شود. باید نباشد. یعنی که امروز مقصد ما آزاد ساختن کشور از رژیم دیکتاتوری است که کسی بالای مردم دیکته نکند. هدف امروزه ما آزاد کردن این ملت، آزاد کردن مردم تاجیکستان از ظلم رحمانوف است و در آینده انتخاب کننده و با تعصیب رساننده قانون ها به آینده
نگریسته این تاجیکستان که باید چگونه اداره کنیش باشد، اینم واگذار میشود به ذمه مردم. یعنی که حاکمیت خلق باید که انعکاس یابد. حاکمیت خلق پیش مردم چی باشد؟ شفاف باشد. یعنی که مردم برای آینده خودش تأمین‌گذار باشد. تقدیر وطنش، تقدیر فرزندش، خانه و درش با دستای خودش بنویسد، نه اینکه با دستای رحمانوف، نه اینکه با دستان این خانواده کثیف فاحشه رحمانوف. مقصد این است برادری عزیز که ما یک حکومت میسازیم، اول آزادی را برای مردم فراهم بیاریم که شرایط‌های آزاد اندیشی، آزاد بیان کنی به وجود بیاید. از زیر چتر دیکتاتور بیرون برویم، در فضای آزاد بیاییم و مردم پرسان کنیم که مردم چی میخواهند. حاکمیت خلق ما باید برقرار کنیم که حاکمیت زیر دست مردم باشد، نه زیر دست یک اولاد، نه زیر دست یک گروه، نه زیر دست یک قبیله. ما اول باید حکومت گرفته در دست مردم بتیم، مردم تقدیرساز این ملت، این کشور خودش باشد، نه اینکه یک خواجه خارجی رحمانوف سپارش بده، این رحمانوف بالای سر ما و شما این عملهای خودش انجام بده. تشکر زیاد، انشالله امیدوارم که به سوالتان جواب کردم باشه. سلام علیکم برادرای اهل مسلمان. برادر شراف‌الدین میبخش جواب میدادین که همین انقلابی که به دست میاریم انشالله با امر پروردگار در همین کار روسیه تاجیکستان یگان یاردم میکنه یا نه؟ التماس سوال میدادید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استاد السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. استاد گدای شراف‌الدین، بسیاری مردمی امی جمعی سواش هم پالیسیاش هم میگه که حکومت رحمانوف حکومتی هست که فقط مردم آزار میتیند. امروز آمدن برای ما گفتن که حکومت رحمانوف یک حکومتی هست که یک شخصی را کشت، باور کنی در تمام جا شرمنده شد. وقتی که پیش از جواب دادن حبسخانه برای بنده گفتن که حکومت رحمانوف بسیار زلل خطا کرد و خودش به نهایت در جهان نشان داد، پس کرد که چیکار کرد؟ یک شخصی بزرگ میگه کشت. یک شخصی بزرگ میگه اینا ما همه میدونیم. ما برای این خاطر عمر قوت نه که از بین رفت، مردش هم باشد آدمای مظلوم از زندان و از دیگر جاها برآورده است. سلامت باشه استاد عزیز. دوستان عزیز، من سخنهای همین شراف‌الدین و یک چیز علاوه میکنم درباره یک وزیر همین رحمان. من شما رو کمتر نقد کرده میتونم، التماس نبرید. اگر در خاطر داشته باشید قاسم پیشتر رئیس ولایت سوغد بود، شخص باورناک امام علی رحمان. تمام ولایت سوغد بیزار کرده بود. مردم خوجان کسی که همین رادیو با حوض گوش کرده باشتن همتون پرکراس نمیدانیدن. چند نفر در هم مرکزی شهر خوجان پرکراس که گاگارین و کوچه شرق به خانه هاشون مجبورن کشته گرفته یک چند حوله برای خودش دواری ساخت. دوداروش، جعفر، کیوکی دیگر ها تمامی ولایت بیزنس ها زخمتی کرده گرفته بودن. مردم با پا خیست گریخته دوشنبه رفت. نمیدونید این هم مولانا بچه گپ زنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوا علی محمد. دوشنبه 24 خوش آمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر جان خیلی خوب قید کردی. از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر. دوشنبه 24 بخدا خیلی خرسند شدیم. خوش آمدی برادر جان. گوش نکنی برادر. مرحمت برو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر. دوشنبه 24 خوش آمدی. السلام علیکم برادر شرفدین گادویف. یک سوال داشتم. مقصد همین روزها امام علی چی نقشه و چی چیزا داره، چی قصد داره، همین یک بیان میکردیم. رحمت برای جوابتون بعد. خب برادرای عزیز، امروز برادر ما دوشنبه 24 در آزادی خداوند انشاءالله نصرت پیروزی را نصیبش کردون، آزادی را نصیبش کردون. مونی در کم ترسخان کنه دوشنبه 24 ببرو که امام علی کرسیش لرزیده است. ای بچه 7 سوال شد و سوال تی بسه همون داومی همون گفت که با هم گفتی زنی همون یک سال پس همون جوابی همسه مرا داد. با یک دویمش همی که یک شرافیدین همی بچه های که همی توجیک های که مثال من نمیدونم آخی برادر عزیز تشکر زیاد برای سوالاتون و برای دیگر علاوه هاتون. تشکر برادر و برادر دولت سلیمان که نه با دوشنبه با تخلص دوشنبه 24 در اینجا حضور داشتن و دو سوال برادر دادن. من دو سوال جواب میگردونم. بعدا برادر ما سلیمان دولت سلیمان انشالله با شما هم صحبت میشوند و منتظر باشید و از حوادثی که در داخل ترمه بود و آن حالتهای دستگیر شدنی دولت سلیمان که در فنلاندیا دستگیر شده بودند انشالله که برای شما نقل میکنم. فکر میکنم خیلی جالب هم باشد و دردناک هم باشد. انشالله حتما با برادر دولت سلیمان بعد از برآمدی من انشالله شما سوال و جوابی خودتون بتین و برادر با شما هم سوال جوابی خودت انجام میدن. و برادرای عزیز در مسئله دو سوالی که آخر دادن، در مسئله آیا حکومت روسیه با حکومت تاجیکستان یک است، یعنی در تاجیکستان حکومت اول وجود ندارد. اگر با یک اولاد و تروریست باشد این معنای آن ندارد که با حکومت. همون وقتی که حکومت در دست مردم غلطید، همون در وقتی که مردم سر بالا شد، هیچ وقت حکومت روسیه بالای مردم نمیتواند حرکت کنه و حکومت روسیه هم حکومت سرزده نیست که بالای مردم حرکت کنه و میداند که یک رژیم که 24 سال سر قدرت است با عملهای تروریستیش اکستریمیستیش در بین مردم معروف است، هیچ وقت پشتی از یک حکومت نمیکنه، از یک حکومت تروریست و اکستریمیست نمیکنه. و برادرای عزیز انشالله از همه شما من دعوت میکنم که در مسئله گردهمایی فردا در شهر استانبول ترکیه گذرانیده می شود و انشالله که در نزد کنسولگری ساعت 2 اگر دوستا و برادرها و رفیقا باشد انشالله انقلاب نزدیک از دوستانه و کوشش کنیم که در این انقلاب سرجم باشیم، یک دست باشیم، با یک دست با یک قوه حرکت کنیم و انشالله که ما غالبیت به دست میاریم. و دیگر خواهش من از شما این است که از شما خواهش میکنم که در وسایل اخباری عامه، در شبکه‌های اینترنتی، ادنا کلاسیک، فیسبوک و توییتر، کانتاکت دیگر جواز زیادتر مبارزتون بریم که ما یک انقلاب در نزدیک شده ایستاده ایم. برای همین سیستم اینفورماسیون وسایل اخباری عامه خیلی مهم است که رحمانوف چیکار کنیم ما در تمام جا گپ زنیم که یک تروریست است و رحمانوف با عنوانهای کاریکاتور کنیم تروریست، اکستریمیست، اولاد فاحشه، اولاد بیناموس معرفی کنیم تا مردم از این اولاد کثیف بیناموس بدانند. و در فیسبوک زیادتر بچه‌ها کوشش کنین که زیادتر مبارزاتون مستحکم کنین و از شما خواهش میکنیم که در مسئله دعوت کردن مردم خیلی و خیلی جدی باشین
و برادرایی که میخوان واقعا خودشون در میدان ببینن انشالله با ما بپیونده و انشالله که حرکت شروع میکنیم. خیلی نزدیک هم مانده است و دوستای گرامی در همینجا برنامه اون با آخر میرسونیم و در حق استاد گرامی، استاد مهربان، خدا رحمت و مغفرت کنه، حاجی عمر که در دل هر یک ما و شما شعله آزادی و این تخم آزادی را کاشتن و انشاءالله که ما و شما این آزادی را میبریم، این بیرق و این ایدئولوژی، این پرچم تا آخر میبریم و انشاءالله که ما در آزادی ها نایل میگردیم. و از شما خواهش میکنم برادرای عزیز که در حق استاد گرامی مهربان دعای خیر انجام بدین و برادرای عزیز در حق مردم مظلوم تاجیکستان دعا کنید و در حق برادرایی که در فدراسیون روسیه محکم هستند در حق اونا دعا کنید، در حق محبوس‌های سیاسی که در تاجیکستان هستند در حق این برادرها دعا کنید و ان شاء الله در حق تمام مظلومین که در زیر ظلم شکنجه این مردم این حکومت رحمانوف قرار دارند در حق اینا دعای خیر انجام بدین. و در همینجا صحبتمون با آخر میرسونیم. دوشنبه 24 برادر دولت سلیمان الان در اینجا حضور دارند. مرحمت برادر در کانال وارد شوید. با خیلی مردم مشتاق شما بودن و خیلی سوالها در وقت زندان بودن شما اینجا سوالا میشد و مردم همیشه دعاگوی شما بودن و مخصوصا اهل گروه هم خیلی مشتاق صحبت‌های شما شدن و مرحمت وارد شوید و با این از مشکلاتی که بالای سر شما در فنلاندیا به وجود آمده بود پیش مردم گپ زنید. تشکر زیاد. خداوند همه ما و شما را در پناه پاکش نگه بدارد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ. برادر دوشنبه 24 آزادی مبارک شود. خداوند شما را نگهبان باشد. هر روز میپرسیدیم کی میبرد دانشگاه بودیم بچه‌ها را مبارک بادیشون رسونم. سلام علیکم برادر سلیمان، آزادی مبارک. شما اومدی کو برو یک دو سخن گپ زن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید پریبت کم نکه دوشنبه 24 از تاجیکستان به شما سلام میرسونم انشاءالله. السلام علیکم. دوشنبه 20 خوش آمدید. باور که به حد دیدار در آغوش سخنهای شما بودیم برای برادر عزیز از سخنی که باور که به حد خوشحال شدیم خرسان شدیم. خدا پروردگار در حفظ و پناه خودش نگهبانت باشد. ای دوست عزیز، ای برادر خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. یک منوت بسیم دعا را کنیم بعد صحبت میکنیم. صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد برحمتک یا ارحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز گرامی، البته بنده امروز 34 روز بود که در حبس خانه بودیم. این همه رضایی الله، خاصی الله، پروردگار بزرگ، خداوند بزرگ متعال، پروردگاری که هر بنده را که تقدیر نصیبش هر کجای بکشد اون باید ببیند. ببین که استاد عزیز عمر علی قوتوف البته یک شخص بود که از خودش یک شاگردا ایمان، امروز شاگردا در حبس خانه میشینند، امروز شاگردا در ترمه میشینند، امروز شاگردا زیر کارچه میخرند، کشته میشوند. خودش چگونه که مرحوم استاد خداوند قرارگاهش جنت گردانده باشد. خداوند از تمام آفتهای زمینی فرزنداش و زن و فرزنداش خدایا نگه بدارد. برای همه شما خدایا صبر جمیل بگرداند. برای خاندان استاد، برای استاد گدای شراف‌الدین که یکی
از شاگردای قدم پیشی استاد بودن، چگونه ای که صابر ولیوف اینم که محب استاد بودن و جانشین خود در روی زمین ماندن، از خودش دو جانشین ماندن. ما هم زیر پرچم اینها هستیم، زیر هدایت پروردگار هستیم که پروردگار بزرگ برای بنده هدایت کرد راه راست. این راه راست راه خدا و رسول است. قول الحق ولو کان مرا، هرچی که حق تلخ است مانند دارو فایده دارد. اما ما در عوض این با رحمانوف حق گپ میزدیم، نه که رحمانوف قاتل است. رحمانوف مردم هلاک میکند، رحمانوف مردم میکشد. ببینید برادرای عزیز گرامی، در یک برنامه پوتین پرسیدن که فلان آدم تر تنقید میکند. پوتین چی گفت؟ گفت که اون ما را تنقید میکند برای اینکه که یگان کارهای بی‌زیب داره ما راست شویم. نه که رحمانوف نمیخواست. رحمانوف اما از خدا نمیترسید، از الله نمیترسید. امروز برادرای عزیز گرامی، امروز ما سیکه و صورت رحمانوف در تمام جهان، حتی در فنلاند بودیم، ساعت 2 بود، بنده در داخل حبسخانه بود، نشسته بود که از حکومت فنلاند آمد، گفتن ما امروز خبردار شدیم که لیدر شما عمرعلی قوتوف به قتل رساندن. وقتی که ما تماشا کردیم دیگر طاقت نکردیم، امروز آمدیم که شما را خلاص کنیم. الحمدلله. گفتن که این حکومت شما حکومت قاتل است. یک شخص بزرگ شما را که وصف میکنن، این دیگر کسا میگه وصف میکنن، ما میگه از ترکیه هم پرسیدیم و از دیگر جاها پرسیدیم، گفتن که این شخصی که خدا ترس بود، این نه تروریست است نه دیگر. لیکن من برای اینا گفتم که ما تروریست نیستیم، ما آزادی خواه هستیم. ما میخوایم حکومت تاجیکستان تروریست هستند. حکومت تاجیکستان شخصایی هستند که در زیر پرچم تروریستا قرار دارند که تروریستی کلان این رحمانوف و خاندان رحمانوف و دوست و خویش تبار رحمانوف است. تروریستی کلان اون شخصایی هستند که امروز مردم قتل میکنن، مردم میکشن، زنای مردم بیوه میشود، آدمها را فرزنداش یتیم میکنن، زناشان بیوه میکنن. این است حکومت ما، حکومتی که امروز باید ما الحمدلله در اینجا 34 روز در ترمه بودیم، تمامی رفتار و کردار اینها را از محبت اینها در یک ترمه 200 نفر بود. باور کنی در یک خانه یک آدم است، در یک خانه تلویزیون، دوش، بانیه. با برای ما چی آوردن؟ با دیویدی آوردن و سانی آوردن که شما بازی کنی خرسن زیغ نشوید در اینجا، زیرا که شما اپوزیسی هستی. خیلی حرمت کردن. در یک روز 4 وقت اوقات میدادن و با ساعت 8 بیگه میوگی میدادن. هر یک تورمنچی که از سمالیه بود، اینجا از دیگر منطقه ها بودن، از فنلاند خودش بودن، از مکزیک بود، از امریکا بود، از دیگر جاها بودن. هر یک تایما در یک ماه من 60 یورو اویلی گرفتم. در یک ماهی که در اینجا بودم 60 یورو برای من اویلی دادن. از فنلاندا گرجدنی فنلاند کدامی که اگر خود تاجیک است، خود کدامی باشد نباشد، گرجدنی فنلاند باشد، در داخل ترمه 400 یورو کشمیتیان اویلی کشمیتیان. ببینید برادرای عزیز که چقدر محبت دارن، چگونه رفتار میکنن. آدم کشیده میبرن پاز نمیگه عضوی بدنش میبینه که یگان کسلی نداشته باشد، میگه ما چه نید کنیم. ببینید حکومت من گفت میزنم که حکومت تاجیکستان ملیساش $600 90 یورو اویلیگ میگیره و میخندن. ما چهره ای را در تمام جا نشان میتیم. ببینید برادرای عزیز گرامی، ای مردم، ما به خدا قسم عمرعلی قوتوف رحمت الله علیه 5 نشانه شهیدی داشتن.
نه که به مردش که مرده بود از دنیا رفته بود مرده او ما را امروز خلاص کرد با طفیل پروردگار، با طفیل الله، با طفیل اون خداوند بزرگ که در دل اینها داخت و همون فیته ویدیویی جنازه عمرعلی قوتوف تماشا کردند و رفتار و گفتارهای عمرعلی قوتوف تماشا کردند. امروز مرده عمرعلی قوتوف بنده را از حبسخانه بیرون کرد. امروز مرده عمرعلی قوتوف بنده را چیکار کرد؟ خلاص کرد. امروز مرده عمرعلی قوتوف خودش اما از دنیا رحلت کردن، سفر کردن به سوی خدا، به سوی پیغمبر، به سوی اون صحابگان کرام، نه که بنده را از داخلی حبسخانه. به مردش باید من 2 سال میشیشتم، به مردش باید من کشاکش زیاد میکردم، نه که هزاران بار شکرانه پروردگاری که این باز دوشنبه 24 دوباره باز به آزادی آورد. ای پروردگار، ما که در این راه برآمدیم، این راه شکرانه است. هزاران بار شکرانه میکنیم تو را ای پروردگار. هزاران بار ما شکرانه میکنیم اون الله را که امروز استاد گرفت به واسطه شهیدی از دنیا گذشت. ببین برادرای عزیز که 5 نشانه شهادتی در حضرت استاد عمرعلی قوتوف امروز رخ میدهد. یکم شهادتی حضرت استاد که او را زهر دادن، یکم شهادتی چگونه که امام حسن نبیره پیغمبر خدا بودند، به واسطه زنش او را زهر دادند، شهید کردند. این شهادتی امام حسین حضرت عمر، این عمر برادر ما، این عمر استاد ما، این عمر که امروز شما نداش دیگر نمیشنوید، امروز ندای شاگرداش میشنوید، امروز ندای تمامی مردمی تاجیک میشنوید که عمر میگد. این همون عمر بود که دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. این شاگرد همون عمر بود. این همون عمر بود که در پیشگاه خدا، در خانه خدا نظم کرده بود، در خانه خدا نیت کرده بود که من تا آخر عمر ما جان به جان آفرید می سپارم، جان به جان آفرید می سپارم، لیکن در راه مبارزه است. این شهادتی زهره و شهادتی امام حسین ما برابر میکنیم. شهادتی دیگر که در پشت سر او با تپانچه پراندن که اون خون اون در زمین ترس ریخت و زمین ترس از این شهادتی حضرت استاد عمرعلی قوتوف فخر میکند که شخصی بود که نماز تهجد داشت، شخصی بود که در دست تسبیح داشت، خدا میگفت سبحان الله، میگفت الحمدلله، میگفت الله اکبر، میگفت شب از روز ذکر پروردگار میکرد، خدا را ذکر میکرد، الله را ذکر میکرد، شب زنده دار بود، خداش یاد میکرد. این شخص بزرگ و از دنیا رحلت کرد. این شخص بزرگ در این روی زمین ترسیه خون او در زمین ریخت و خون او زمین ترسی از این مباحات دارد در پیشگاه خدا که خدا یک شهیده که در راه تو فقط مبارزه میبود، امروز خونش در بالای ملتی خونی در زمین ترکیه چیکار کرد؟ به شهادتی رسید. این در مرتبه حضرت عمر رضی الله عنه، در مرتبه حضرت عثمان رضی الله عنه، در مرتبه حضرت علی رضی الله عنه. این عمر فاروق، این عمر که امروز در خاک ترسیه که امروز چند 18 روز میشد یا 15 روز میشد که در خاک ترسیه در خاک سپاریده شد. حضرت عمر رضی الله عنه که وقتی که به خنجر او را چکار کردند، وقتی در محراب بود، ابو لؤلؤ فیروز او مجوسی بدبخت آمد در محراب، بجاش در پشت محراب، وقتی که حضرت عمر نماز شروع میکرد، به نمازی بامداد بود یا نماز دیگر نمازها بود، میگد با شمشیرش زهرالو بود و به شمشیرش در تیگه حضرت عمر میگد خلان. و حضرت عمر گفت عبدالرحمن ابن عوف در همین مجلس حضور دارد یا نه؟ گفت البته حضور. گفت نماز بخوان که دشمن برای من چیکار کرد. میگه رودا کشال خانش بردن حضرت عمر رضی الله عنه را. گفت مرا کی به این حالت آورد؟ گفت همون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، همون بدبخت خدا زده. گفت که هزاران بار شکرانه که من در راه الله مردم و مرا دشمن کش، مرا هزاران بار شکرانه میکنم که با شمشیر دشمن من هلاک شدم. انا عمرم حضرت عمر رضی الله عنه با شمشیر دشمن هلاک شد
عمری که امروز در خاک سپاریده شد 15 روز شد، اینم به تیر دشمن از دنیا رحلت کردند. عثمانی که بالای قرآن بود، قرآن میخوانید، میگه در همین حالت بود که میگه عثمان میگه گردن مبارک تیغ برید، گردن مبارک تیغ برید شهید. علی رضی الله عنه، عادت مبارک حضرت علی رضی الله عنه این عادت بود که برادرای عزیز گرامی، عادت بود که وقتی که از خانه می برآمد نماز میگه در داخل مسجد در آمدن که میگه چرا قصد شمشیر شد، میگه امام حسن میگه ما چند قدم و چند چی از پدرم عقیب بودم، میگه چرا قصد شمشیر میگه در گوشم رسید، میگه آن وقت میگه از گلوی از فرق سری حضرت علی زده تا گلوش شمشیر در آمده بود. ببین شهیدا را، ببین برادرای عزیز، دیوم مرتبه شهیدی حضرت عمر استاد ما خداوند رحمت و مغفرتش کنه رحمت الله علیه. برادر عزیز گرامی، سیوم شهادتی حضرت عمر که عمری که امروز در بین ما و شما نیست، همین عمر علی سیم شهادتش این شهادتش بود که برای مردم دفاع میکرد، برای شما دفاع میکرد، برای مردم تاجیکستان دفاع میکرد، مردم تاجیکستان آزاد شود، زید سعید محکم نشود، غفار صدای محکم نشود، شهرت قدرت محکم نشود. دیگر مردم بیزنسمن‌ها را امروز تله و تاراج دارند، بیزنسمن‌ها را امروز هلاک دارند، بیزنسمن‌ها را امروز کشته ایستادی‌اند، بیزنسمن‌ها را کار نمیتیند. من این همه را برای حکومت فنلاندی رساندم که به بیزنسمن‌ها چگونه ملاقات میکنند، با بیزنسمن‌ها چگونه صحبت میکنند و بیزنسمن‌ها را زیر عذاب دارند و این همه را برای این ملت فنلاندی رساندم. الحمدلله ان شاء الله باز زیادتر میرسانیم، ان شاء الله بازم زیادتر ما میرسانیم. سیم شهادتی عمر علی استاد عزیز رحمت الله علیه، خداوند قرارگاهش جنت گردانده باشد، این برای شما بود برادری عزیز. چهارمش این است که برادرای عزیز گرامی، اگر که برای مالشان باشد 200 میلیون دلاری حضرت عمر استاد ما و شما را برادرای عزیز گرامی 200 میلیون دلار دماد امام علی رحمانو چیکار کرد؟ از دست شپید گرفت، از دستش گرفت 200 میلیون دلار شه. میگه اگر که برای مالش هم امروز دفاع کرده باشد، دفاع کردن مال چی؟ برای مالت بجنگ، برای مالت هلاک شو، این مرتبه شهادتی را حضور دارد. برادرای عزیز گرامی، ببینید که امروز از بین ما اینجوری جوان مرد رفت 100 دقیقه که اما ما از زندان برآمدیم، که عمر علی قوتوف نیست. 100 دقیقه که ما از زندان برآمدیم اما عمر علی قوتوف از بین ما رفته شد. یا الله، یا پروردگارا برای ما شاگردانش، برای ما محبانش صبر عنایت بفرما. ما همه از آن هستیم پروردگارا. ما چند مدت در این دنیا حیا داریم و پس از بود شدن ملت به سوی پروردگار باز می رویم. روز می شود که باز میگن که دوشنبه 24 یا تاجیکستان 24 از بین شهیدش کردن رفت. این راه مبارزه است، راه خدا است، راه الله است، راه اون ذوالجلال و الاکرام است. ای بندگان خدا، ای امتی محمد صلی الله علیه و سلم، امروز از الله بترسید، از پروردگار بترسید. امروز عمر قوت برای ما خسته بود، امروز از برای ما ندا میکرد، امروز داد میگفت. اما امتی بندگان خدا، ای تاجیکا، ما باید با ناموس نباشیم، باید ناموسی ما تو قیام بتید. امروز در حبسخانه اگر که من ششتم برآمدم، باز دوباره قوت زیاد خدا برای من داد. دیگر آدم اگر در جای عمر قوت میشید، ترمه میشید، میبرآمد میگفت که بیا گمش ما دفشاکی تاجیک نمیفهمه. ببینه برادرای عزیز گرامی، استاد برآمد مبارزش دوام داد. ما هم شاگردانی استاد هستیم، ما هم پیروی امین عمر هستیم، ما پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، ما پیروی ابوبکر صدیق هستیم، ما پیروی عمر الفاروق هستیم، ما پیروی عثمان ذی‌نورین هستیم، ما پیروی علی رضی الله عنه هستیم، ما پیروی امام حمزه هستیم که اون شهید شد. امام حمزه که از شهیدایی که در راه الله از پنجم شهادتی عمر من برای شما میگم، حق در روی ظالم گپ میزد. حضرت ها میگن که
هر کسی که حق در روی ظالم گپ میزند مرتبه حضرت امام حمزه که یکی عمک پیغمبر خدا که در اون حین جگر خورد تنش جدا کرد، جگرش گریف گزید، از جگرش از داخل بیرون کرد گزید، گفت که دلی من خنک شد، جگری حمزه را من گزیدم دلی من خنک شد. مرتبه حمزه در مرتبه شهادتی حمزه در این استاد عزیز گرامی برخوردار میتید. خداوند استاد عزیز قرارگاهش جنت بگرداند. خداوند تمامی مردم تاجیک در این صبر عنایت بفرماید، زیرا که ما صبر میکنیم، ما تحمل میکنیم، ما شکرانه میکنیم، ما هزاران بار شکرانه اون پروردگار میکنیم که امروز استاد ما شهید است. فردا انشاءالله برادرای عزیز گرامی، فردا در ترکیه میتینگ است برای خاطر استاد عزیز. حکومت ترکیه تشکر و حکومت ترکیه را میکنیم که برای ملت تاجیک حقیقت خواه، برای ملت حقیقت خواه تاجیک در ترکیه چی است؟ میتینگ است. ای مردم ترکیه، ای تاجیکای ترکیه، ای بندگان خدا، ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، شما میخواهید زیر بیرق عمر فاروق دست بردارید، شما میخواهید زیر ابوبکر صدیق دست بردارید، زیر عثمان ذی‌نورین دست بردارید، زیر پرچم علی رضی الله عنه دست بردارید. شما در اون مجلس ها حضور کنید، زیرا که اون مجلس های هست که و خدا قسم شما را با پیغمبر میرساند، شما را به الله میرساند، شما را با اون دوستای خدا میرساند. ای مردم، ای کسانی که در ترکیه هستید ندای ما را میشنوید، مرحمت، فردا در ترکیه میتینگ است برای خاطر عمر قوت. مردم ترکیه، حکومت ترکیه هزاران بار شکرانه که امروز حرمت و احترام کردن، برای ما میتینگ دادن. تشکر از حکومت ترکیه میکنیم، از مملکت ترکیه میکنیم که امروز ما را حرمت میکنن، امروز این استاد عزیز حرمت احترام کردن برای مردم مظلوم، برای مردمی مصیبت زده وقت دادن، جا دادن برای میتینگ. برادرای عزیز گرامی، خداوند یار و مددگارتان باشد، خداوند همه ما و شما را نگه بدارد. خداوند استاد عزیز، استاد بزرگوار، استادی که امروز در عالم قبر است، خداوند قبرش باغی از باغای جنت بگردوند. پروردگارا عملهای صالحش مونس قبرش بگردون. پروردگارا از اون جنت دریچه‌ای به در قبر او کشاده بگردون. پروردگارا ما را برای محبان او هستیم، ما دوستان او هستیم، برای دوستان و محبان او، برای کیفارس شم، برای دیگر برادرای عزیز، برای سیف الله، برای دیگر برادرایی که امروز در مصیبت، جیگیور و صابر دیگر برادرها در اینجا حضور دارند، و برای اینها صبر عنایت بفرما. این راه استاد که برای اینها هوی کرد و برای ما داد و برای ما گذاشت، خدایا این راه برای ما آسان بگردون، زودتر این قاتل ملعونی رحمان فاز بین برین یا الله یا رب العالمین، یا الله یا رب العالمین. یا پروردگار، ما از تو جز کس پهلوگاه نداریم، دادرس نداریم، در بداد این بندت میرسی. الله تو هستی، چگونه ای که بندگان خدا بسونی تو مراجعت کردن امروز برادرای عزیز گرامی، از همه شما خواهش میکنیم، از تمامی مردم ترکیه بودگی خواهش میکنیم، از تاجیکا ناموستان نبردارید. امروز فردا در ترکیه میتینگ است. برادرای عزیز گرامی، خیزید، ناموس اسلامی تانه، ناموس مؤمنی تانه مانند صحابه های پیغمبر شوید. شما یک طایفه صحابه های پیغمبر بر این شخصیت شوید که امروز در ترکیه برادرای عزیز گرامی
برای ما اجازت دادن که برای در میتینگ اشتراک کنیم. از شما خواهش میکنیم، از همه شما خواهش میکنیم برادرای عزیز گرامی، مرحمت کنید به شهر ترکیه. اگر که حاضی هم بلید باشه از روسیه است، از دیگر منطقه هم بپرید بروید، والله که در عوض مال شما ما مال زیاد میکند پروردگار، در عوض یک خرجات شما خدا مزاید میکند مال شما را. برادرای عزیز گرامی، البته فردا در این میتینگ اشتراک کنید. خداوند یار و مددگارتان باشد. ما در اینجا مهمانای زیاد اومدن، از برادرای ترک هم آمدگین، از دیگر برادران آمدگین. اکنون در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. پس مهمانا را گسیل کنیم، بعد انشاءالله وصف در ترمه چگونه ما با ما معامله کردن، چگونه ما با اونها صحبت کردیم، چگونه حرمت و احترام داشتیم، با شما گپ میزنیم. خداوند یار و مددگارتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.